پیش از پیدا شدنی مثلا آنتن‌های مثلا پرابریچسکی این چیزا، حالا اینترنت ها در جاهای ما رواج نداشت، یه حدیثی هست که ریبا به خانه مسلمان ها می دراید اگرچه چنگش باشد. هم گفتگی حدیث هست. یک داملا حیران شدیم که چنگ ریبا به خانه ما چه خیلی می در آمده باشد. چنگ ریبا. بعد یه روز در خانهشون تلویزیون می دیدیم که بانک های ریبوی در خانه داملا رکلام داده ایستاده است. یعنی به بانک ما بیایید از ما پول گیرید به ریبا. بعد گفتیم که انا همین شاید چنگش همین باشد. یعنی یه زمانه شد که در همه تجارت ها قریب که یک چند احکام های شبهناک ریبوی در آمده است. واقعا همون زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یه روز می بیاید که طبق سنتی من در این دنیا عمل کردم مانند لخچه را در کف گرفتن است. گفتن مهنت حلال پاک به نهایت دشوار است، لیکن در آن خیر و برکه است.